بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شاگردان عزیز خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. درس دوم من و شما درباره شناخت الله متعال می باشد. درست است؟ درست است. یعنی زمانی که من و شما میگیم بنده الله هستیم، رب ما الله هست، باید از الله سبحانه و تعالی شناخت کامل داشته باشیم. درست است؟ درست است. پیدا کننده من و شما و تمام جهان الله متعال می باشد. پیدا کننده همه چیز الله متعال است. یعنی همه چیزی را که شما مشاهده میکنید خالقش الله است. الله سبحانه و تعالی اینها را خلق کرده است. درست است؟ درست است. شاگردان عزیز، حالا من از شما پرسش میکنم. درست است؟ درست است. من و شما را کی پیدا کرده؟ الله. تمام انسانها را کی پیدا کرده؟ الله. تمام میوجات را کی پیدا کرده است؟ الله. تمام حیوانات را کی پیدا کرده؟ الله. تمام پرندگان را کی پیدا کرده؟ الله. تمام درختان را کی پیدا کرده؟ الله. تمام جهان را کی پیدا کرده؟ الله. زمین، آسمان، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، کوه ها، دریاها، دشت ها، تمام اینها را کی پیدا کرده؟ الله. پس من و شما دانستیم که همه چیز را کی پیدا کرده؟ الله. ما به وجود الله متعال چی داریم؟ ایمان داریم. ما به خالق بودن الله متعال چی داریم؟ ایمان داریم. هر آن چیزی که در آسمان ها و در زمین است همه را کی پیدا کرده؟ الله. شاگردان عزیز، این بود درس دوم من. شما انشاءالله یاد گرفتین؟ بله.